به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی بینندگان ارجمند، آنچه که در سرزمین فلسطین علل خصوص در شهر غزه میگذرد به همگان معلوم است. از خداوند برایشان صبر و تحمل و پاداش بی اندازه در مقابل این همه صبر و زحمت و در مقابل این همه امتحانی الهی برایشان تمنا دارد. وقتا کس به حال این مردم مینگرد و مناسبت آنها را به مصیبت، به رنج و زحمت مشاهده می کند، واقعا همون ارزش های والای ایمانی که در قرآن وارد شده، در احادیث صحیح آمده، آن ارزش هایی که دین مبین اسلام پیروانش را به آن تربیه می کند، واقعا در حیات اینها آن ارزش ها را فعلا در عمل می بیند. هر شخص مؤمن به این باور است که این دنیا گذرگاه موقتی است، اما اهل غزه این حقیقت را بهتر از دیگران درک کردند. چون خانه اش از دست می رود باکی ندارد، فرزندانش به شهادت می رسد باکی ندارد، بلکه شاید شاد شود، خوشحال شود که خداوند فرزندان او را، همه 5 پسر او را مثلا به شهادت پذیرفتند. ببینیم که همه اهل عالم غیر مسلمانان حتی در نوارهای اظهاری تعجب خود می کنند از مناسبت این مردم به مصیبت و به سختی ها، که این چه مردمان و در چه معناهای، در چه عالمی زندگی میکنند. دوستان گرامی، این ایمان است که اهل غزه را چون یک زیبا ساخته به این شکل تربیه کرده است. اینجا جا دارد گفته صحابه بزرگوار عبدالله بن مسعود را ذکر نماییم که به این موضوع ربط دارد. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرماید: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. این اثر مبارک را امام وکیع و اینچنین امام احمد حنبل در کتاب زهد که هر یکی به این نام کتاب دارند روایت کردند که عبدالله بن مسعود فقیه صحابگان و استاد صحابگان، معلم قرآن برای اهل عراق، گفتند لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. یعنی گفتن شخص مؤمن به راحت حقیقی نمی رسد، احساس راحت حقیقی و کمال راحت نمی کند مگر وقتی که به دیدار خدا رسد. یعنی مؤمن حقیقی آنی که به عمق معنای ایمان رسیده و ایمان در قلبش استوار است، ریشه مستحکم دارد، باید چنین باشد. باید بداند که دنیا جای امتحان است، دنیا میدان آزمایش هاست. هر مصیبت، هر ناخوشی، هر حالت ناگوار امکان دارد به سر انسان بیاید. شخص مؤمن می باید در همه حالت ها با خدا باشد، از خدا کمک خواهد، از خدا راضی باشد. قضا و قدری که او تعالی به سرش جاری می کند باید به دل خوش، به قلب راضی آن را استقبال کند. درست است که اخذ بالاسباب کند، سبب ها را جویا شود، سبب ها را کار برد، از احتیاط و از دیگر سعی و کوششی که از هر انسان مطلوب است و ضرور است. ولی چون در این دنیا باشد نباید از رخ دادن مصیبت و سختی ها و ناخوشی ها تعجب کند. این دنیا طبیعتش چنین است. راحت حقیقی برای مؤمن در نزد خداوند است، در جنات عدن است، در باغ‌های بهشت است. اما راحت دنیا راحت موقتی است، راحت ناقص است. بنابراین عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفتن لا راحت للمؤمن الا بلقاء الله او دون لقاء الله. قرآن نیز مؤمن را به این معنا تربیه میکند، چون این تربیه میکند که داند که اینجا نمیتواند راحت کامل را دسترس کند، اینجا نمیتواند برقراری همیشگی را داشته باشد. اگر به سری کس هیچ مصیبتی هم نآید فرضاً، که این خیلی نادر است یا مستحیل است، ناممکن است، نهایت پیری او را از این دنیا میبرد، نهایت در عمر پیری دچار سختی و درد و رنج می شود. بنابراین آیه کریمه در سوره عنکبوت خداوند فرموده من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت. یعنی آن موعد و آن وقتی که انسان با خالقش روبرو می شود آمدنی است، یقین است.
بنابراین مؤمن میباید برای راحتی دائمی و همیشگی راحتی آنجا را به نظر گیرد، برای راحتی آنجا سعی و تلاش کند. بله، نه چنان باشد که در دنیای فانی خود، در این گذرگاه برای خود همه نوع راحت را سعی کند که فراهم سازد که فراهم نمی شود، از راحت آخرت، از راحت ابدی، از راحت عالم عقبا غافل شود، که از این راحت موهوم و خیالی که برای خود ساخته یک باره به جای می رود که آنجا دچار درد و رنج می شود. خدا نکند. این چنین خداوند عزوجل در سوره کهف نیز به راحت آخرت تشویق کرده، امر کرده، بندگانش را نگاه بندگانش را به راحت آخرت جلب کرده، گفته فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. هر که از آخرت امیدی دارد، هر که میخواهد در آخرت در راحت باشد، به راحتی ابدی برسد، فلیعمل عملا صالحا، شرطش همین است. پس عملی نیک انجام دهد، عبادت هایی که خدا فرموده آنها را اجرا کند و هر کار شایسته که نافع است برای بندگان خدا، آنی که شریعت امر نموده، آن را اجرا کند و از هر کاری که نهی کرده دور باشد. این است ضمانت و کفالت برای اینکه انسان به راحت کامل، راحت ابدی، راحت جاودانی در آخرت میرسد. اما دنیا لا راحت للمؤمن، برای شخص مسلمان راحت حقیقی در دنیا وجود ندارد. بنابراین دنیا که فانی است، دنیا که خیلی ناقص است، دنیا که خیلی کوچک است، گرچنده که بعضا انسان چشم بصیرتش خیره شده دنیا را خیلی بزرگ می‌بیند، خیلی بزرگ می‌بیند، همه هوس و همه آرزویش این دنیای کوچک می شود، وگرنه به حقیقت حجم حقیقی دنیا خیلی کوچک است، خیلی کوتاه است، خیلی ناچیز و بی ارزش است، گذرگاه است. می باید انسان سعی کند دنیا را آباد کند. البته ترک دنیا نیز مذموم است. شریعت نگفته ترک دنیا، ترک بازار، ترک اقتصاد و صناعت و تجارت و زراعت کند مسلمان، نه هرگز، بلکه به این کارها امر میکند شریعت. قرآن میگه واستعمرکم فیها، خداوند شما را امر کرد که دنیا را آباد کنید. اما آبادی به معنای گذشتن به عالم آخرت، اما آبادی به خاطر به دست آوردن رضای خدا، اما آبادی که به خاطر رسیدن به جای آبادتری ابدی که آخرت است، نه به معنای دلبستگی و غافل شدن از راحت همیشگی، از نعمت جاودان جنت. در حفظ و امان خداوند باشید.